خداوند تبارک و تعالی چند قسم حیوان خلق کرده. یک قسم حیوان خلق کرده برای اینکه مردم وسیله سفر باشه براشون. اسب، شتر، این حیوانات چارپاس که مردم ازش استفاده میکنن برای سفرهاشون. این یک قسم حیوانه. یک قسم حیوان خدا خلق کرده که وسیله غذای مردمه و اون مثل گاو و گوسفنده که خدا اینها را خلق کرده برای اینکه وسیله غذای مردم باشه. و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه که مردا وحشت نکنن این زنها را به شکل خود انسان خلق کرده. اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر و الاغ هستن. میگم بذار این به توهین بذار باشه. این اعتقاد منه. اعتقاد من اینی که ابو محمد غزالی، جعفر صادق، ملا صدرا خمینی و دیگر گجستک ها گفتن که زنان حیواناتی بودن که خداوند تعالی و عزوجل به اینها صورت انسانی داد که مردان از اینها لذت ببرن، اکراه نداشته باشن. وقتی با یک مش حیوان، مثلا خب شما ببخشید با الاغ بخواین برین هم بستر بشین، خب آدم اکراه داره دیگه، نمیتونه که با الاغ بره تو رخت خواب بخوابه. الله محبتی کرده در حق مردان مسلمان، این حیوانات را صورت زنی بهش داده، چهره انسانی زن بهش داده تا این مردان ریش و پشمدار سیبیل کلفتای بی غیرت مسلمانان، ائمه از ائمه اطهار و محمد ابن عبدالله و عمر و ابوبکر و همه این انسانهای خرد باخته از این حیوانات صورت انسانی پیدا کرده لذت ببرن. حالا ما آمدیم اینو تکونش میدیم، میگیم خانم بیدار شو، تو ایرانی هستی، تو آرتمس هستی، تو پوراندخت هستی، تو آذرمیدخت هستی، تو آتوسا هستی. بیدار نمیشه، خودش زده بخواب. آقا این به اعتقاد ما توهین میکنه. یک بار گفتم، یک بار دیگه میگم، اگر توضیحی که امشب به شما میدم اگر این اعتقاد شماست، ما این اعتقاد. این هم سخن آقای گنجی در رابطه با اینکه زن اصولا از طریق الله اعراب، الله شیعه، الله سنی، الله مسلمونا به این شکل شناخته میشه و تعریف شده. تشبیه دیگری هم وجود داره که زنان رو به حیوانات تشبیه میکنن. ملا صدرا که صدر متعلقین باشه در اسفار اربعه میگه خداوند برای کمک به انسانها حیوانات آفریده و یکی از انواع این حیوانات که میشماره میگه زنان هستن. میگه خداوند و از عنایات الهی در خلقت زمین تولد حیوانات مختلف است که بعضی برای خوردن و بعضی برای سوار شدن و زینت و بعضی برای بال کشیدن و بعضی برای تجمل و آسایش و بعضی برای نکاح و آموزش و بعضی برای تهیه پوشاک و خانه و اساس. این چیزی که مولا صدرا تو اسفار میگه. بعد ملا هادی سبزواری در تعلیقی که بر این سخن صدرا زده در شرح اون گفته که این که صدر المتعلقین زنان را در اعداد حیوانات در آورده است اشاره لطیفی دارد. ببینید چقدر اشارهش هم لطیفه. اشاره لطیفی دارد به اینکه زنان خودش نمیدونن ضعف عقل و جمود بر ادراک جزئیات عجب و میل و رغبت به زیورها، خانم ایرانی بری سفره ابوالفضل یادتون نره. بسته ملحق شوند.
حالا یک به اصطلاح نظر دیگر از استاد بهرام مشیری گوش میکنیم. ما در اینجا میخوایم خدمت شما بزرگواران فرمایشات یک آخوند رو در باب زن گوش کنیم، ببینید چه درفشانی میکنن این ملا در باب زنا. خواهش میکنم پخش کنیم، ما هم اینجا وسیله نداریم، به مستقیم از طریق تلفن گوش میکنیم به درفشانی این آخوند خمس و زکات خور، ببینیم چه چیزها میگوید. لطفاً پخش کنیم. در ارتباط با زن، دنیای غرب جز خیانت و جز تعرض به حقوق زنان هیچ خدمتی به جامعه زن نکرده است. زن رو به عنوان ابزاری برای فروش کالاها و ابزاری برای ارضاء شهوات قرار دادن. در دنیای غرب و در دنیای کفر و الحاد نه زن ارزش دارد و نه مرد. لذا اینها دنیای تهاجم به ارزش‌های بالای انسانی است که باید آینه خدا باشد، مظهر قدرت و کرامت و صفات خدا باشد. این موجود را در حد یک حیوان و پستر از حیوان پایین آوردن و شیوه تقلب و فریب و زورگویی و تجاوز ارمغانی است که اینها برای جامعه بشری پیش آوردن. دنیای غرب باید خجالت بکشد، باید شرم کند که اینقدر رتبه بشر را پایین آورد و حیوانیت و سبوییت و شیطنت و فریب را جایگزین ارزش‌های والایی که هم دنیای عاجل و موقت انسان را نورانی و پاکیزه می‌کند و هم ابدیت به انسان می‌دهد بعد معامله کردن. نکته دومی که در این بله خدمت شما عرض میکنم که شنیدید فرمایشات این آخوند رو. خب یک کسی که یک عمری مفت خورده و لاتائل گفته دیگه در واقع جز لاتائل گفتن چیزی نمیدانن. میگوید زنان را بردن ابزار شهوت کردند و در حد یک حیوان پایین آوردند. یکی نیست از این آقا بپرسد که آقا کجا زن رو در حد یک حیوان پایین آوردن؟ این اسلام زن رو در حد یک حیوان پایین آورد یا غرب در حد این حیوان پایین آورد؟ این آقا خبر ندارد که از سال 1901 تا به امروز 45 زن بزرگ در رشته‌های مختلف جایزه نوبل گرفتن. این آقا خبر ندارد که که تعداد زنانی که در رشته‌های مثل رشته‌های حقوق در آمریکا به دانشگاه میروند از پسران بیشتر هست و این آقا هیچ خبر ندارد که چه زنان بزرگی رهبران این جهان بودند. خانم‌های مثل خانم گلدا مایر، نمیدونم خانم گاندی، عرض می‌شود که خانم مارگرت تاچر و غیره و اینها. از این آقا بایستی پرسید که آقا در این تاریخ اسلام شما یک زن به ما نشان بدهید که بابا در دنیا یک نام و نشانی داشته باشه. 1500 سال است که این دستورات اسلام در باب زن آمده. به گمان من زن در اسلام در واقع وظیفه جز یک روسپیگری مشروع ندارد. این اون شرافتی است که این آقا در باب زن در واقع بهش اعتقاد داره و داره ازش دفاع میکنه. خود این واژه نکاح رو من برای شما خدمتتون عرض کردم که واقعا به چه معنی است.
پیش از اینکه اسلام عزیز بیاد آقا زنها شرافت داشتن، در همون عربستان جاهل آقا تاجر بودن، ناقد سخن بودن، در جامعه میتوانستن ترقی بکنن. این از این آقا بپرسید آقا یک زن نام ببره، 50% از جامعه زن بوده. خب در این چند هزار سال چند قرن. من اینجا از کتاب واقعی برای شما یک تکه میخوام بخوانم. میگوید وسایل دفع شهوت. اونجایی که زن وسیله دفع شهوت هست اسلام هست، به خصوص این رافضیگری و صیغه‌گری و اینجور کثافتکاری ها که توهین به شرافت انسان هست. من میخونم خدمتتون، این تاریخ خودشان هست. بزرگترین مورخ، در واقع یکی از بزرگترین مورخان اسلام، اینجا عرض کنم که برای ما یه چیزی به یادگار گذاشته، براتون میخونم اینجا. سخن درباره نیروی جنسی عطا شده به رسول خدا. محمد ابن عمر باقدی از موسی ابن محمد ابن ابراهیم از پدرش، صفحه 200 من نمیخونم خدمتتون، از جلد 8. خیلی خوب. ما را خبر که میگفته است رسول خدا میفرموده است من از کسانی بودم که در جماع کردن نیروی کمی دارم، تا آنکه خداوند برای من دیگچه‌ای که در آن گوشت پخته بود فرو فرستاد و از آن پس این پر وایاگرا بوده و از آن پس هرگاه آهنگ آن کار میکردم نیروی آن را در خود میدیدم. همچنین واقعی برای ما گفت که ابن ابی سبره و عبدالله ابن جعفر هم از صالح ابن کیسان همین روایت را برای ما آوردند. و باز واقعی از گفته اسامت ابن زید لیثی از صبان ابن سلیم ما را خبر داد رسولیم که رسول خدا می‌فرمود جبرئیل با دیگ کوچه غذا به دیدار ما آمد و از آن غذا خوردم و نیروی جنسی که معادل نیروی 40 مرد است به من ارزانی شد. همچنین واقعی از محمد ابن عبدالله از زهری فرموده رسول خدا ما را خبر داد که فرموده است در خواب چنان دیدم که برای من دیگ کوچکی آورده شد و از آن چندان خوردم که کاملا سیر شدم و از آن پس هرگاه اراده همبستری میکنم بر آن توانم. و همون از معاویه ابن عبدالله فلان و فلان از مادر بزرگش سلما کنیز رسول خدا ما را خبر داد که میگفته از شبی همسران نوکانه رسول خدا که تا هنگام رحلت آن حضرت پیش اون بودن همگی در محضر پیامبر بودن و آن حضرت با همه آنان هم بستر شد و چون از پیش هر یک بیرون می آمد به من گفت آب و قرص برایم بیاور و پیش از اون که کنار همسر دیگری بروم قرص می کرد. من گفتم ای رسول خدا آیا یک قرص برای همه بس نیست؟ فرمودن این گونه بهتر و پاکیزه تر است. و همون از گفته فلان ابن فلان خبر داد که میگوید من یک بار آب و قرص برای پیغمبر فراهم می آوردم که پس از تماس با همه همسران قرص می کردم. بله. بعد میگوید که باز همون از محمد ابن طاووس از پدرش ما را خبر داد که میگفته است به پیامبر صلی الله علیه و به اندازه نیروی 40 مرد در بهره‌گیری از زنان ارزانی شده است. بله. یه چه 9 تا 10 تا زن رو بکنید توی اتاق به نوبت بری و بیرون. این کرامت زنه در اسلام عزیز، شرافتش اینجاست. یه پورنو بود اون موقع قرآن درست نمی‌کرد، میرفت تو پورنو شغل اصلیشو گیر می آورد. در همه این تاریخ یک زن بیچاره نتوانست یه نامی برای خود دست پا بکند در این تاریخ اسلام. زن باید خودش را برای مردش آماده کند، حتی بدپشت شتر مجلسی. همین پریروز خانم مونا جراحی یکی از اینجا نوشتهش هم اینجاست. It's 12 o'clock. خانم مونا جراحی لطفا نشون بدید. این خانم اگر که من نمیدونم اگر در مثلا نمیدونم ورامین بود چه کاره میشد، جزی که سیغش میکردن یه گوشه‌ای
عرض کنم که به مبلغ معلوم به مدت معلوم و روز بعدم صیغه آخوند دیگری میشد و عرض شود که مقام اسلامیشو کسب میکرد. اعطای بالاترین نشان تحقیقات کاخ سفید به مونا جراحی، یک ایرانی محقق، یعنی همین بانوی زیبای هموطن که مایه افتخار همه ما ایرانیان است، تصویر زیباشون رو داریم میبینیم. یک ایرانی محقق روز 4 آوریل از طرف کاخ سفید بالاترین نشان تحقیقاتی دانشمندان و مهندسان جوان را به خود اختصاص داد. خانم پروفسور مونا جراحی در مراسمی که دیروز بعد از ظهر در کاخ سفید برگزار شد نشان استعداد برتر حرفه‌ای جوانسال را از رئیس جمهوری آمریکا به خاطر تحقیقات و انجام پروژه‌های خلاق در گسترش و صنعتی کردن فناوری تراهرتز دریافت کرد. فناوری تراهرتز در صنایع پزشکی، دارویی و ماشین‌آلات به کار می‌رود. پروفسور جراحی یعنی هم خانم تنها ایرانی تبار حاضر در بین 102 استعداد برتر سال بود که مفتخر به گرفتن این نشان شد. بله. اینها فرض رو بر این گرفتن که زن عقل نداره. یکی میگن زن ابزار شهوت شده است، یعنی زن یک موجودی است برابر دستورات قرآن که عقل نداره، میشه او رو فریب داد. یعنی اینقدر فکر در کله آخوند نیست که یک زن یک آدم حق انتخاب داره، هر کار دلش خواست میکنه، به کسی هم هیچ ربطی نداره تا اون جایی که در سایه قانون حرکت میکنه میتوان از آزادیان خودش استفاده کنه. اینطور نیست که بی مغز باشه و کسی بتونه اون رو فریب بده.